سرخط: ادامه خشم طبیعت در همسایگی پایتخت. سیلاب‌های کشنده در لوگر زیان‌های بیشماری را همراه شد. طالبان و دردسر شمال: رهبر طالبان برای جنگ پنجشیر و اندراب فرمانده ویژه معرفی کرد. تهران و جنجال همسایگی با طالبان: وزیر داخله ایران بر حل و فصل درگیری‌های مرزی افغانستان و ایران تاکید کرد. و نگاه نویسنده پاکستانی بر حاکمیت طالبانی: دکتر احمد میگوید که با ادامه ظلم طالبان افغانستان به سوی جنگ می‌رود. مقامات محلی طالبان در لوگر میگویند که باران و سیلاب روز شنبه در ولسوالی خوشی این ولایت جان دست کم 15 نفر از جمله کودکان و زنان را گرفت و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. باران‌های شدید و سیلاب در دست کم 20 ولایت دیگر از جمله ننگرهار، لغمان، میدان وردک و غزنی نیز ادامه دارد. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت لوگر روز یکشنبه 30 اسد گفت که بیشتر قربانیان سیلاب روز شنبه در این ولایت کودکانند. به گفته این فرماندهی 9 کودک و 2 زن در میان آنها هستند. عکس اجساد 5 طفل که از گل بیرون شده در صفحات مجازی به طور گسترده دست به دست می شود. ویدیوهای نشر شده در صفحات مجازی نشان می دهد که سیلاب در یک دره ولسوالی خوشی چند روستا را زیر می گیرد و چند نفر نیز معلوم می شود که بالای سقف خانه ها منتظر نجات هستند. مولوی شریف الدین مسلم معین وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان میگوید که افراد گیرمانده توسط چرخبال ها نجات یافتند. به همین خاطر مردم عام بر این باورند که شاید تلفات در این ولسوالی به مراتب از آن زیاد باشد که طالبان نشر کردند. مقامات لوگر این ارقام را اولی گفته، اما الجزیره نیز از قول مقامات طالبان نوشته که در این سیلاب 20 نفر جان داده و 45 نفر نیز زخم برداشتند. ریاست هواشناسی گفته که از روز یکشنبه 30 اسد تا دوشنبه 31 اسد احتمال بارندگی در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، بامیان، کابل و میدان وردک، لوگر، همچنین پکتیا، خوست، غزنی، زابل، ارزگان و دایکندی وجود دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه برای ولایت پنجشیر و اندراب‌های بغلان مسئول ویژه نظامی تعیین کرده است. به گفته مجاهد ملا عبدالقیوم ذاکر در این سمت گماشته شده. قیوم ذاکر اما از فرماندهان مشهور طالبان است. او پیش از این در حکومت طالبان به عنوان معاون وزیر دفاع تعیین شده بود. طالبان در حالی برای پنجشیر و اندراب‌ها مسئول نظامی تعیین کرده که در این مناطق جبهه‌های مخالف این گروه از جمله جبهه مقاومت فعال و با نیروهای طالبان درگیر هستند. این مناطق اخیراً گواه درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان نیز بودند. رهبر طالبان 8 نفر دیگر را نیز در سمت‌های جدید نظامی و ملکی گماشته. ایران از طالبان خواست تا درگیری‌های پراکنده مرزی با مرزبانان این کشور را از راه گفتگو حل کنند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران در یک نشست خبری با ابراز نگرانی از افزایش درگیری مرزی ایران و افغانستان گفته که حل این مسائل به صورت مسالمت آمیز و از طریق مذاکره با مرزبانان در مرزها و نیروهای طالبان ضروری است. آقای وحیدی تصریح کرده که در یک سال پسین حاکمیت طالبان از خاک افغانستان 5 تا 6 تیراندازی از سوی مرزبانان طالبان در ایران را شاهد بوده. او علت این درگیری را عدم آگاهی مرزبانان طالبان دانسته و افزوده که هر بار از سوی نیروهای مرزبانی حل شده، اما به گفته وی از سوی کابل جدی گرفته نشده. وزیر داخله ایران احتمال مسدود شدن مرز را رد کرد و گفت این موضوع در دستور کار نیست. این درخواست وزارت داخله ایران در حالی صورت می‌گیرد که بیش از این حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان اعلام کرده بود که وزارت دفاع طالبان در تماس با نیروهای مرزبانی افغانستان دستور جلوگیری از درگیری را به آنها داده و تشکیل کمیته مشترکی برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی در دستور کار قرار دارد.
دکتر مونس احمر، نویسنده شناخته شده پاکستانی، در مطلبی به روزنامه اکسپرس تریبیون این کشور نگاشته که طالبان از شکست‌های گذشته درس عبرت نگرفتند و ادامه ظلم طالبان بر مردم افغانستان این کشور را به سوی جنگ داخلی دیگری سوق می‌دهد. آقای احمر با ارزیابی 1 سال پسین حاکمیت طالبان بر افغانستان و با اشاره به وضع محدودیت‌های گسترده در برابر زنان، سلب حقوق اولیه مردم، همچنین نادیده گرفتن گروه‌های قومی و وضع بد مالی شهروندان و نقض توافقنامه دوحه از سوی طالبان مبنی بر پناه دادن رهبران گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در کابل، افزوده که این کشور به مرحله دیگری از خشونت و جنگ داخلی روان است. این نویسنده پاکستانی در این مطلب طالبان را در برابر مردم به بی‌پروایی متهم نموده و گفته طالبان به کثرت گرایی سیاسی، قانون اساسی یا برابری همه افغان‌ها اعتقادی ندارند و در برابر مردم احساس مسئولیت نیز نمی‌کنند. او افزوده که با گذشت 1 سال از رژیم طالبان و تلاش‌های آنان برای کسب مشروعیت از سوی جهان، طالبان می‌خواهند که افغانستان را به عنوان یک دولت قرون وسطایی جدا از واقعیت‌های جهان معاصر اداره کنند. در این مطلب با اشاره به تجربه جوانان از آزادی نسبی در 20 سال گذشته، افزوده شده که صبر و تحمل افغان‌ها با رژیم خفقان آور طالبان تمام شده و تمایلی به پذیرش محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال زنان، سرگرمی‌ها و دیگر ابرازهای مانع توسعه را ندارند. این نویسنده پاکستانی تایید کرده که اگر مردم افغانستان برای کاهش خشونت، درگیری‌های مسلحانه، فساد و بی‌نظمی علیه رژیم طالبان قیام کنند، می‌توان به آینده‌ای بهتر برای این کشور امیدوار بود. دکتر احمر خاطر نشان کرده از اینکه طالبان فرصت دیگر برای حکومت کردن بر افغانستان را پیدا کردند، می‌توانستند بین رژیم‌های قبلی و کنونی تفاوت ایجاد کنند. آقای احمر اضافه کرده طالبان می‌توانستند رویکرد معتدل‌تر، آسان‌تر و قابل قبول‌تری نسبت به شرایط حاکم اتخاذ کنند و به اصول اصلی توافق دوحه مانند احترام به حقوق بشر و حقوق زنان و عدم ایجاد پناهگاه برای گروه‌های تروریستی خارجی پایبند باشند. این سخنان در حالی گفته می‌شود که طالبان به اساسی ترین حقوق انسانی مردم افغانستان باورمند نیستند و به همین منظور هیچ کشوری رژیمشان را به رسمیت نشناخته.